درود و صد درود و به نام خدای رنگین کمان. امیدوارم هر جایی که هستید شاد باشید و پیروز. اهورا هستم. امروز جمعه 16 فوریه در خدمتتون هستیم با یک وبینار عالی دیگه در ارتباط انواع مختلف سیاست‌های پولی و مالی. یکی از اون وبینارها، یکی از اون موضوعات بسیار بسیار مهمه که به نظر من هر کسی باید در موردش اطلاع داشته باشه، یعنی هر کسی که در بازارهای مالی فعالیت میکنه و در اقتصاد فعالیت میکنه. برای دوستانی که اولین بار با ما هستن یا مثل همیشه عرض کنم خدمتتون که این مطالبی که اینجا ارائه میشه به عنوان مطالب آموزشی، سری اطلاعات کلی در مورد بازارهای مالی شامل تحقیق مستقلی برای سرمایه گذاری نیست. نباید همچین توصیه سرمایه گذاری در نظر گرفته بشه، ضمن اینکه فعالیت در بازارهای مالی به خصوص بازارهایی که همراه با لیوریج هستن، اهرم هستن، دارای ریسک بالاییه و ما باید با دانش و آگاهی نسبت به این ریسک در این بازارها فعالیت کنیم. اما و همینطور عرض کنم خدمتتون که بنده اهورا چالکی هستم. از سال 2006 هم تاکنون در بازارهای مالی فعالیت میکنم و بنیانگذار و مدیرعامل وبسایت خبری تحلیل اکونومیشم. حالا بریم ببینیم که امروز در رابطه با چی میخوایم صحبت کنیم. خلاصه یعنی موضوعات مهمی که امروز میخوایم صحبت کنیم، انواع سیاست‌های پولی رو بررسی میکنیم، انواع سیاست‌های مالی رو بررسی میکنیم، ابزارهایی که بانک‌ها برای اعمال سیاست‌های پولی و مالیشون دارن، ابزارهایی که دولت‌ها دارن و توضیحات مختلفی در این مورد ارائه میکنیم که در مورد سیاست‌های پولی مختلف و همینطور پرسش پاسخ خواهیم داشت، قطعا که بتونیم به سوال‌های اگر داشتید جواب بدیم. اول از همه بذارید اینطوری بگم، وقتی ما در مورد سیاست‌های پولی و مالی و تصمیم گیری‌های دولت‌ها و یا بانک‌ها می‌خوایم صحبت کنیم، باید اینو داشته باشیم که ببینید همونطور که یه نکته‌ای که مهم است اینه که باید اینو در نظر داشته باشیم که در واقع تصمیمات اقتصادی که خانواده‌ها میگیرن، یعنی خانوار میگیره، به صورت مستقیم تاثیر قابل توجهی روی اقتصاد میتونه داشته باشه. مثلا وقتی که میزان مصارف خانوار بیشتر میشه، میتونه باعث بشه که شغل بیشتر بشه، سرمایه گذاری ها بیشتر بشه و در نهایت اینا منجر بشه به رشد اقتصادی. همین ترتیب در واقع تصمیمات سرمایه گذاری که توسط شرکت ها هم گرفته میشه، اینها مهمن قطعا و میتونن روی در واقع اقتصاد تاثیر داشته باشن. اما اینو باید در نظر داشته باشیم که چه شرکت ها چه خانوار وقتی به صورت انفرادی، اگه بحث انفرادی وقتی ما در با یک خانوار صحبت میکنیم یا یک شرکت، قطعا خب یک خانوار یا یک شرکت روی تصمیمات اقتصادی تأثیری نداره. اما یعنی روی اقتصاد، سرنوشت نهایی اقتصاد در واقع میتونیم بگیم که تأثیری ندارن. اما وقتی که اینها جمع بشن شرکت های مختلف و در واقع در تعریف گسترده خانوار مختلف، اون موقع است که خب میزان مصارف خانوار قطعا میتونه تاثیر زیادی روی اقتصاد داشته باشه. حالا این که چرا دولت ها، ولی خب از اون طرف وقتی ما در مورد دولت داریم صحبت میکنیم، حالا دولت رو صرفا حکومت نمیشه در نظر گرفت. ما یه چیزی داریم حکومت که حالا یکم داریم، حالا دولت که شامل بانک ها و یه سری نهادهای غیر حکومتی هم میشه. یعنی اگه ما بگیم دولت رو در نظر بگیریم، اون چیزهای دولتی رو در نظر بگیریم که عمومی هستن، مال همه ملت هستن، یه جوری اینطوری در نظر بگیریم، تصمیمات اونها تاثیر قابل توجهی رو زندگی تک تک افراد تو جامعه میذاره. چرا؟ به خاطر اینکه خب معمولا این بخش ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اکثر اقتصادهای توسعه یافته، چه مستقیم چه غیر مستقیم، اینها افراد زیادی رو استخدام خودشون دارن. حالا دولت میتونه مستقیم باشه، تقسیم تو خود دولت باشه، یا غیر مستقیم باشه، شرکت‌های خصوصی باشن که از طریق شرایطی که دولت فراهم میاره اونا میتونن میزان اشتغالشون رو بیشتر کنن یا کمتر. و دوم که دولت ها خودشون بزرگترین وام گیرنده ها تو بازار اوراق قرضن، یعنی وام های زیادی معمولا دولت ها میگیرن رو فروش اوراق قرضه. یکی از اون روش ها و راه های گرفتن وامه و این خیلی میتونه تاثیر بذاره. حالا تصمیماتی که اینها میگیرن میتونه تاثیر بذاره روی بازارهای مالی. اما بریم ببینیم سیاست های دولت در نهایت از طریق فعالیت هایی که به صورت استقراضی در واقع ایجاد میشه یا پیاده سازی میشه در جامعه، حالا چه استقراضی چه درآمدهایی که از طریق مالیات و غیره گرفته میشه. حالا توی این وبینار ما میخوایم دو تا سیاستی که مربوط به دولت هست، حالا بخش‌های مختلف دولت، سیاست‌های پولی و مالی، میخوایم در ارتباط این صحبت کنیم که خب سیاست‌های پولی مربوط به بانک مرکزی میشه و سیاست‌های مالی مربوط به حکومت میشه. سیاست‌های پولی به فعالیت‌های بانک مرکزی گفته میشه که
هدف تاثیرگذاری روی میزان پول و اعتباری که توی یک اقتصاد وجود داره و سیاست‌های مالی هم به تصمیمات دولت یا حکومت در مورد مالیات و غیر و هزینه‌های خود اون حکومت اشاره داره. هر دوی اینها هم سیاست‌های مالی و سیاست‌های پولی مثل بالهای در واقع پرواز یک اقتصاد هستن و هر دوی اینها با همدیگه هستش که میتونه تنظیم کننده درستی برای فعالیت‌های اقتصادی یک کشور باشه و تسریع بده زمانی رو که اقتصاد شروع میکنه در واقع وقتی که اقتصاد کند شده این سیاست‌ها میتونن کمک کنن اقتصاد رشد کنه دوباره، یا وقتی که رشد خیلی زیادی کرده، بیش از حد رشد کرده که ما بهش میگیم بیش از حد گرم شده، یا حالا به صورت اصطلاحی میاد یه سری در واقع سیاست‌های پولی و مالی میتونه اینها رو چیکار کنه، باعث بشه که این اقتصاد یه خورده آرومتر بشه، نرمتر بشه تا اون عرضه و تقاضا با هم دیگه تعادلی درش ایجاد بشه. یکی از در واقع میتونیم از سیاست‌های مالی در واقع همینطور در واقع سیاست‌های مالی صرفا حالا برای رشد اقتصادی نیستش، میتونه برای توزیع مجدد درآمد و ثروت بین افراد جامعه هم استفاده بشه و به صورت کلی هر دوتای اینها در واقع یک محیط اقتصادی رو باید فراهم بکنه که در اون محیط اقتصادی بیزنس ها و افراد بتونن در آرامش زندگی کنن و گسترش بدن فعالیت‌های اقتصادی خودشون. یعنی هر دوی اینها اینه که یک رشد پایدار اقتصادی و مثبت و تورم پایدار و ثابت رو در واقع پایدار و ثابت و پایین رو بتونن ایجاد کنن. هدف در نهایت اینه. پس یک جوری میتونیم بگیم اینه که هدف در واقع این فعالیت ها باید منجر به این بشه که جلوی رشد بیش از حد اقتصاد گرفته بشه. چرا؟ چون وقتی اقتصاد بیش از حد رشد میکنه ممکنه که یه دوره طولانی رکود یا بیکاری سطح بالا در واقع بعدش ایجاد بشه. یا ببینید مسئله که وجود داره یعنی باید منجر بشه سیاست هایی که این دوتا پیاده میکنن منجر بشه به جلوگیری از یک رشد اقتصادی، یعنی یا در واقع هم باید اینطوری باشه که یعنی صرفا این نیستش که این دولت در واقع این سیاست ها باید منجر بشه به رشد اقتصادی، نه، بعضی مواقع اینا باید منجر بشه به عدم رشد بیش از حد اقتصاد، که چون رشد بیش از اقتصاد اون سایکل ها رو وقتی ما در نظر میگیریم بعد از این رشد بیش از حد معمولا سایکل بیکاری میاد، معمولا سایکل، یعنی وقتی که اقتصاد بیش از حد گرم میشه معمولا بعدش سایکل بیکاری میاد، معمولا بعدش سایکل رکود میاد. پس وقتی که اقتصاد حالت در واقع اون ثبات رو پیدا میکنه، یعنی سیاست های اینها منجر میشه به ثبات اقتصادی، توی همچین شرایط و محیط اقتصادی باثباتی خانوارها میتونن در تصمیمات مصرفی و پسندازی خودشون احساس امنیت بکنن و شرکت ها هم میتونن بر اساس اون ثبات اقتصادی، ثبات نرخ ارز، ثبات نرخ بهره، ثبات نرخ تورم و در کل ثبات اقتصاد میتونن پرداخت‌های منظم داشته باشن. اگه اوراق قرضه فروختن سود اوراق قرضه‌شون رو پرداخت کنن، یا اگه مثلا به عنوان شرکت هستن سود سهامشون رو بتونن درست پرداخت کنن. همه اینها در واقع نیازمند اون ثبات اقتصادیه که هدف سیاست‌های پولی و مالی با هم دیگه است. اما رسیدن به اینها همیشه بی چالش نیست و چالش‌های خیلی زیادی در واقع برای این اهداف وجود داره. معمولاً چالش‌ها خیلی زیاده که حالا این چالش‌ها خیلی وقتا اقتصادی نیست، بعضی وقتا این چالش‌های ژئوپلیتیکی میتونه باشه، مثلا جنگ‌هایی که اتفاق میفته و غیره. این چالش‌ها میتونه وجود داشته باشه و نمونه‌های تاریخیش هم خیلی خیلی زیاد اتفاق افتاده که این اتفاقا میفته و میتونه یک توسعه اقتصادی رو در واقع کند کنه یا حتی تشدید کنه. یه وقتایی هم هستش که حالا نکته جالبی هم هستش که اینه که این سیاست‌های پولی و مالی خود همین، یعنی بعضی مواقع نیاز به یک عامل مخرب خارجی هم ندارن. بعضی مواقع سیاست‌های پولی و مالی اگه با هم هماهنگ نباشن، یعنی حکومت و بانک مرکزی یا دولت و بانک مرکزی اگه با هم هماهنگ نباشن، بعضی مواقع خود همین سیاست‌های پولی و مالی باعث تشدید تورم و رکود حتی میشه. این یعنی یا باعث میشه که مثلا اقتصاد بیش از حد رشد کنه و این رشد بیش از حد در واقع انفجار اقتصادی ایجاد کنه. اینها پس این سیاست‌های پولی و مالی بعضی مواقع باید در کنار هم در نظر گرفته بشه. یکی از اون چیزهایی که الان در حال حاضر ما در مورد اقتصاد امریکا میتونیم بگیم که خب در یک سری از بخش‌ها به دلیل اجرای در واقع عدم هماهنگی درست بین سیاست‌های پولی و مالی
احتمال داره یه سری در واقع احتمال یه سری نگرانی های اقتصادی ایجاد بشه به دلیل عدم هماهنگی در بین سیاست‌های پولی و مالی. پس این مسائل خیلی مهمی هستن که ما باید در نظر داشته باشیم و قطعا باید برامون اینها مهم باشه. یه لحظه من این اینجا الان صدا، خب یه لحظه فکر میکنم الان صدا اوکیه. تست کنیم صدا رو. من بچه یه لحظه اینجا باز ما دوباره فکر کنم زوم. خب اینجا صدا الان اوکیه. الان هم صدا اوکی. خیلی خوب، صدا اوکی شد. آره، داشتیم اینو میگفت. حالا سیاست پولی چی هن؟ یعنی ما بیایم در ارتباط با سیاست پولی توضیح بدیم که اصلا سیاست پولی چیه. سیاست پولی، پول سه تا کاربرد در واقع. حالا وقتی ما در مورد سیاست پولی میخوایم صحبت کنیم، اول از همه اینو بگیم که پول سه تا کاربرد خیلی مهم داره. ازش که یک راهی برای ذخیره ثروت. در واقع افراد میتونن از طریق پول ثروتشون رو ذخیره کنن. یه واحد حسابرسی میتونه برای جامعه ایجاد کنه، یعنی در واقع میتونه جامعه رو در جامعه وقتی در مورد مفهوم پول صحبت میکنیم، میتونه تو جامعه یک واحدی شرایط ایجاد کنه که ما بتونیم برنامه‌ریزی حساب کتاب مالی داشته باشیم. میگن برنامه حسابرسی رو میتونیم داشته باشیم و از طریق فرایند کسری بانک‌های مرکزی میتونه در واقع سیستم بانکی میتونه ایجاد پول بکنه. این بانک مرکزی میتونه از این طریق ایجاد پول بکنه. ببینید مقدار ثروتی که شهروندا تو یک اقتصاد برای نگهداری به شکل پول در واقع انتخاب میکنن، یعنی وقتی ما بهش میگیم که ما وقتی ببینیم مسئله چیه، مسئله اینه که میخوام اینو توضیح بدم که ما وقتی میگیم عرضه و تقاضا برای پول بیشتر یا کمتر میشه، وقتی ما میگیم تقاضا برای پول، این اصطلاح تقاضا برای پول به زمانی گفته میشه که شهروندها در یک اقتصاد، در یک کشوری، در یک اقتصادی برای، یا حالا وقتی میگیم، چرا میگیم صرفا نمیگیم اقتصاد، برای اینکه خب وقتی میگیم در این کشور، برای اینکه خب وقتی مثلا حوزه یورو در مورد صحبت میکنیم میشه یک اقتصاد، حالا اقتصاد اتحادیه. وقتی که شهروندا تو یک حوزه اقتصادی، حالا چه میتونه کشور باشه چه میتونه چند تا کشور با هم دیگه باشه، برای نگهداری در واقع ثروتی رو که میخوان توی حوزه اقتصادی به شکل پول نقد نگه دارن، به این میگن تقاضا برای پول. حالا چرا افراد علاقه دارن پول رو به صورت کش و نقد نگه دارن؟ معمولا سه تا عامل یا سه تا انگیزه اساسی وجود داره. یا اینکه میخوان باهاش معامله انجام بدن، خرید و فروش انجام بدن. آقا میره بیرون، حالا این میتونه کم باشه میتونه زیاد باشه، معاملات کوچیک میتونه باشه معاملات بزرگ، یعنی حتی همین خرید و فروش که ما با مغازه انجام میدیم میشه معاملات. حالا یه وقتی هستش که معاملات سیاه میخوان انجام بدن، خب مردم میرن پول نقد زیاد نگه میدارن برای معاملات در بازارهای سیاه، برای فرار مالیاتی و غیره و غیره، که اون میشه همون اهداف سوداگرانه. و یا اینکه در واقع اهداف برای احتیاط، مثلا میگه من پول نقد نگه می‌دارم برای مسائل احتیاطی، حالا یه موقع زد و مثلا سیل اومد، بارون اومد، اتفاق افتاد، مسائل پیش اومد، اینا برای اون اهداف احتیاطی. اما یه چیزی که وجود داره اینه که ما قبل از اینکه حالا به سیاست‌های پولی بیشتر بپردازیم، می چند تا یکی دو تا نکته و یا اصطلاح مهم هستش که اینا رو یاد داشته باشیم وقتی ما در مورد ذخایر مورد نیاز صحبت می‌کنیم. ببین ذخایر مورد نیاز، ما خیلی وقتا تو این، اگه بچه‌ها که تو این بروزرسانی صبحگاهی همراه ما هستن، خیلی وقتا تو این بروزرسانی صبحگاهی اون تحلیل‌های صبحگاهی در مورد مسئله اصطلاح ذخایر مورد نیاز صحبت می‌کنیم که به خصوص در مورد چین که ذخایر مورد نیازش رو بیشتر کرد، کمتر کرد برای تاثیرگذاری روی سیاست‌های پولی. این ذخایر مورد نیاز در واقع در واقع یک ضریبیه برای پشتیبانی پول که میتونه از پول و ثروت یک بانک چیکار کنه، در واقع پشتیبانی بکنه. حالا بانک‌های مرکزی اینو با کسرهای مختلف میتونن تعریف کنن، با کسرهای مختلف، حالا به صورت اعشاری هم معمولا میاد بیان میشه. اما یه چیزی هم داریم به نام نرخ بهره اسمی که از سه تا جزء تشکیل شده. نرخ بازده مورد نیاز واقعی که در واقع یک جزئیه برای جبران تورم آتی و وام دهنده ها، و همینطور یه حق بیمه است برای در واقع ریسک هایی که برای جبران عدم قطعیت وام دهنده ها استفاده میشه. این وقتی میگیم عدم قطعیت وام ها، ببخشید، عدم قطعیت یعنی چی؟ یعنی عدم قطعیت در وام ها یعنی چی؟ اون ما میگیم حق بیمه عدم قطعیت در وام ها. حالا
به صورت ترجمه کلامیش توضیح بدم یعنی چی. یعنی اینکه ما یک رزروی باید در بانک داشته باشیم، یک رزروی داشته باشیم که نرخ بهره اسمی باید بدون تامین کنه. ما باید یک رزروی در بانک داشته باشیم که اگر یک سری از وام گیرنده ها نتونستن بیان وام هاشون رو به موقع پرداخت کنن، ما اون حق در واقع حق بیمه و ریسک اون رو داشته باشیم، یعنی رزرو به اندازه کافی داشته باشیم که این ریسک ها رو پشت سر بذاریم. اینها اولش که حالا با این مفاهیم آشنا بشین تا ما وقتی در مورد بانک ها و سیاست پولی میخوایم صحبت کنیم، دونستن این مفاهیم میتونه در ادامه کمک کنه به درک اطلاعات بیشتر. من یه بار دیگه بچه‌ها تکرار کنم، اگر حس کردید هر جایی، چه بچه‌ای در زوم میشنوید، چه بچه‌ای در کلاب هاوس هستید، هر جایی حس کردید که سرعت بیان سریعه و این مانع از درک مطلب میشه، حتما من بگید که بعد این سرعت بیان مطالب رو کنترل کنم و چیز نشه، سرعت بیان مطالب کنترل کنم که قابل درک بشه. بانک‌های مرکزی تو اقتصادهای مدرن نقش‌های خیلی متعدد و مختلفی رو میتونن ایفا کنن. مثلا یکی از اونها میتونه تامین کننده انحصاری ارز باشه که مثلا توی کشوری ارز رو یا پول رو صرفا بانک مرکزی که میاد چاپ میکنه، تامین میکنه و رو فرایندش نظارت داره. و همینطور به عنوان آخرین وام دهنده هم هستش به بخش بانکی، به بخش دولتی. وقتی دولت پول نیاز داره معمولا در آخرین گزینه میره از بانک مرکزی قرض میکنه و اینا. و همینطور میتونه رو بانک‌های خصوصی و بانک‌های کوچکتر هم بیاد نظارت بکنه. هدف چیه؟ اینه که در واقع هدف اینه که با این نظارت‌ها، با این برنامه‌ها و با این اختیاراتی که داره، بانک ثبات قیمت و ثبات رشد اقتصادی ایجاد کنه. یعنی همین ها در نهایت اونه. و برای اینکه بتونه این سیاست‌های در واقع پولیش رو به طور عینی بتونه اجرا کنه، باید تا حدی هم از دولت البته مستقل باشه. در بعضی کشورها کاملا مستقل از حکومت بانک مرکزی، در بعضی کشورها نسبتا مستقله، مثل ترکیه مثلا نسبتا مستقله، کاملا مستقل نیست. در ایالات متحده آمریکا کاملا مستقله، یا مثلا بانک مرکزی اروپا از دولت‌ها کاملا مستقله. این حالا بستگی داره کشورهای مختلف. لزوما هم حتی جدا بودن یا مستقل بودن بانک مرکزی از دولت یا از حکومت چیز خوبیه، ولی لزوما به معنای خوبی نیستش. من وقتی میگم لزوما به خاطر اینکه بعضی مواقع این اشتباه ترجمه میشه و در بعضی کشورها، میگم باز بستگی به شرایط فرهنگی کشورها داره، در بعضی کشورها این مستقل بودن به معنای دشمنیشون حساب میشه، مثل اینکه این مثلا سیاست‌های مختلفی رو علیه همدیگه اجرا کنن. سیاست‌هایی که بانک‌های مرکزی و دولت‌ها و حکومت‌ها دارن باید در یک راستا باشه و یک هدف مشترک و اون هم رشد اقتصاد، ثبات ارزش پول و ثبات تورم باید باشه. این هدف در واقع مشترکی که باید بانک مرکزی و دولت داشته باشن، ولی متاسفانه در یک سری کشورها مشاهده شده، بارها مشاهده شده که سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های دولت خواسته و یا بعضی وقتا حتی ناخواسته متضاد هم دیگه. حالا سر لجبازی بعضی وقتا خواسته هاشون زمانی که سر لجبازی های حزبی اتفاق میفته و ناخواسته هاشون هم سر عدم دانش و اطلاعات کافی یا درک متقابل یا حتی مثلا عدم اعتقاد به یک نوع فلسفه اقتصادی یا دکترین اقتصادی میتونه باعث بشه که این اتفاق بیفته. مثلا توی کشوری رئیس دولت میتونه نظرش این باشه که افزایش نرخ بهره خوبه و بانک مرکزی اعتقاد داشته باشه که افزایش نرخ بهره ضرر داره. در شرایط کنونی بانک مرکزی بیاد نرخ بهره افزایش نده، از اون طرف دولت برای اینکه بانک مرکزی رو مجبور میکنه بیاد به نرخ بهره افزایش بده، برای سیاست‌های مالی اشتباه اتخاذ کنه. اینها میگم بستگی داره که ما در چه فرهنگی زندگی میکنیم و هیچ چیز مطلقی وجود نداره، ولی به صورت دیدگاه اقتصادی مطلق اگر بخوایم نگاه کنیم، قطعا جدایی بانک از دولت، بانک مرکزی از دولت مسئله خوبیه. برای اینکه بانک‌های مرکزی در واقع یه سری چالش هایی هم دارن، همونطور که از کردم خدمتتون، اینه که نمیتونن بانک‌های مرکزی برای تاثیرگذاری تو اقتصاد نمیتونن در واقع میزان پولی که خانوارها و شرکت‌ها به عنوان سپرده تو بانک‌ها میذارن یا میخوان به صورت نقد استفاده کنن، نمیتونن اینو به صورت مستقیم کنترل کنن و نمیتونن به راحتی تمایل دولت‌ها هم نمیتونن تمایل بانک‌ها رو برای خلق پول یا چاپ پول کنترل کنن. و همین دلیل هم میان که چیکار میکنن، میگن که خب ما برای اینکه این سیاست هامون اجرا کنیم و اون به اون برنامه‌مون برسیم، حالا میایم چیکار میکنیم، یه سری ابزار استفاده میکنیم. یعنی بانک مرکزی نمیتونه مستقیم بیاد به مردم بگه چیکار کنیم، مردم ببینید پول خرج کنین. یعنی توانی اینو قدرت در نظر چالش اقتصادی همچون قدرتی نداره، همچون توانی نداره. یعنی نمیتونه بیاد بگه آقا بیاین برین چیز کنین، بیاین برین چی میگن بهش،
همونطور که از کردم خدمتتون بیارین پول خرج کنین یا مثلا پول کمتری چاپ کنین پول بیشتری چاپ کنین، نمیتونه این کارو بکنه. به همین برای اینکه اینا ولی نیاز داره کنترل کنه برای ثبات اقتصادی و اینها رو میاد چیکار میکنه، میاد از طریق ابزار انجام میده که حالا در ادامه بهش در مورد صحبت میکنیم. یه مفهومی داریم به نام مفهوم بی‌طرفی پول، به این معنیه که پول نمیتونه در بلند مدت رو اقتصاد تأثیر واقعی بذاره. یعنی خود پول به معنای یعنی اقتصاد میتونه روی پول تأثیر بذاره، ولی از این طرف دیگهش میشه مفهوم بی‌طرفی پول، یعنی از طرف برعکس میگیم پول رو اقتصاد بخواد تأثیر بذاره. یعنی نرخ بهره پایه بانک مرکزی می در واقع حالا میاد نرخ بهره پایه خودش رو تغییر میده، تأثیرش رو سایر بازارها و سایر نرخ‌های بهره میتونه کنترل بکنه، قیمت دارایی‌ها رو بیاد کنترل بکنه، نرخ ارز خودش رو بیاد کنترل بکنه، انتظارات فعالین اقتصادی بر کنترل بکنه و از این طریق تو اقتصاد میتونه بیاد تاثیر بذاره. ولی یعنی اینطوری است که به صورت مستقیم نمیتونه ولی به صورت غیر مستقیم میتونه به این صورت تاثیر بذاره. ولی اقتصاد به صورت کاملا مستقیم میتونه روی پول تاثیر بذاره. هدف گذاری تورم توی این وسط، وقتی ما در رابطه با برنامه‌های دولت و بانک مرکزی صحبت می‌کنیم، هدف گذاری تورم معمولا رایج ترین سیاست پولیه. وقتی حالا ما در ادامه در مورد سیاست‌های پولی مختلف صحبت می‌کنیم و من در ادامه توضیح میدم که سیاست هر کدوم از اینا به چه معنیه، ولی حالا به صورت کلی و شنیدیم که میگن که خب بانک مرکزی امریکا مثلا چون مثلا همین امروز همین یک ساعت قبل دادای اقتصادی منتشر شد، دیدیم که هم بخش مسکن رشد خوبی داشت، دیدیم که هم تورم تولید کننده رشد خوبی داشت. خب این معنیه که تورم مصرف کننده رشد خوبی داشت، یعنی رشد متاسفانه بالایی داشت، 1% پیش بینی می‌شد 3% رشد کرد. این به این معنیه که تورم کار سختی داره برای پایین اومدن، برای اینکه بانک مرکزی بتونه به اون هدف 2 تا 3% تورمش برسه. خب بانک مرکزی داره تلاش میکنه تورم رو برسونه به اون هدفش. وقتی میبینیم که خب این تورم بالاست، به این معنیه که بانک مرکزی دیرتر میره به سمت سیاست‌های کاهش نرخ بهره و این میشه در واقع افزایش ارزش دلار که خب اتفاقی که همین یک ساعت قبل ما دیدیم در دادای تورم تولید کننده در ایالات متحده افتاد. این حال وقتی در واقع این میشه هدف گذاری تورم. یه وقتی هم هستش که دولت ها میان بر اساس هدف گذاری نرخ ارز یه سری سیاست ها انجام میدن. مثلا کشوری مثل چین هدف گذاری نرخ ارز یکی از اون سیاستاشه. چرا؟ چون برای صادرات باید نرخ ارزش رو کنترل بکنه، با توجه به اینکه کارخونه دنیاست جورایی باید نرخ ارزش رو کنترل بکنه که کالاهایی که صادر میکنه مقرون به صرفه باشه و در عین حال برای تولید کننده داخلی هم مقرون به صرفه باشه. چرا؟ چون در این حالی که صادر میکنه خیلی از کارخونه‌ها مواد اولیه رو چیکار میکنن؟ وارد میکنن. بنابراین اون هدف گذاری نرخ ارز هم میتونه به عنوان یکی از سیاست‌های بانک مرکزی و دولت باشه که خب حالا اینو میتونن با ابزار مختلف کنترل کنن. یکی از سیاست‌های دولت هم سیاست‌های پولی هم سیاست تسهیلات کمیه که حالا در ادامه بهش میرسیم که اون چیه، با خرید سهام، با سیاستایی که میرن سهام میخرن، با سیاستایی که میرن اوراق قرضه میفروشن و غیره، میتونن در واقع رو اقتصاد تاثیرگذاری داشته باشن. تا اینجا بچه سوالی دارید؟ چیزایی که میگم مفهوم هست؟ بخصوص بچه‌ای تو کلاب هاوس رسید نمیدونم صدا اونجا خوبه یا نه. تو چیزایی که گفتم مفهوم بود و مفهوم هستش یا جایی هستش که سوال داشته باشید؟ هر جایی عرض کردم خدمتتون، بازم هر جایی حس کردید که نیاز هستش که سرعت گفتار کمتر بشه و آرومتر در مورد صحبت بشیم حتما بگید تا بتونیم که در واقع مطالب به نوعی بیان بشه که به درد همه بخوره. بتونید از طریق زوم هم ببینید که خب این بچه‌ها که صدا رو میشنوید اگه بتونید از طریق زوم هم ببینید که خب قطعا میتونید تصاویر رو هم ببینید. خب اهداف اولیه سیاست‌های پولی چیه؟ ما وقتی در مورد سیاست‌های پولی صحبت می‌کنیم اهداف اولیش چیه؟ اهداف اولیش سه تاست. همونطور تو این تصویر هم می‌بینید. ثبات قیمت، رشد اقتصادی و رشد کامل، در واقع رشد اقتصادی و اشتغال کامل. حالا هر کدوم از یه تعریفی هم داره. ما وقتی در مورد ثبات قیمت صحبت می‌کنیم اینه که بانک مرکزی تورم رو در اون محدوده‌ای که میخواد حفظ کنه یا همون اینفلیشن ثبات قیمته و این باعث بشه که قدرت خرید مردم در طول زمان نسبتاً ثابت باقی بمونه. یعنی ما وقتی میگم ببینید ثبات قیمت باعث میشه که چه اتفاقی بیفته؟ ثبات قیمت باعث میشه که خب مردم، حالا ثبات قیمت یا ثبات کنترل تورم باعث میشه که مثلا اگر مثلا میگم حالا ما توی کشوری که زندگی میکنیم که ارزش مثلا پول واحد پولمون دلار نیست، ما اگه اون
ثبات قیمت رو حفظ کنیم. مثلا حالا به عنوان مثال عرض میکنم خدمتتون، یک رابطه بین تورم و ثبات قیمت و ارزش پول حفظ، یه مثال بزنم. اگه مثلا یک واحد دلار برابر باشه با 100 واحد پول ما مثلا کشور ایکس، و من بتونم با این 100 واحد با این 100 واحد مثلا 1 کیلو گوشت بخرم، حالا دولت باید سعی کنه که اگر مثلا در سال آینده این یک واحد دلار برابر شد با 120 واحد پول من، $1 برابر شد با 120 واحد پول من با اون 120 واحد همچنان بتونم گوشت بخرم و اینطوری نباشه که اونجا دیگه گوشت به جای 120 واحد شده باشه 150 واحد. این میشه یکی از اهداف اولیه سیاست‌های پولی. یعنی بانک مرکزی یکی از کارهاش اینه که این رابطه رو بیاد چیکار کنه، تنظیم کنه، یک رابطه بین این اعداد بیاد تنظیم کنه. یکی دیگه از اهداف سیاست‌های پولی وقتی اعمال میشه اشتغال کامله. اشتغال کامل تعریفش چیه؟ تعریف اشتغال کامل این هستش که تقریبا میتونیم بگیم اینطوری باید باشه که هر کسی که دنبال شغل میگرده بتونه بره کار پیدا بکنه. این میشه اشتغال کامل. حالا اشتغال کامل تو اقتصادهای مختلف با توجه به شرایط مختلفی که دارن میتونه متفاوت باشه. مثلا در ژاپن اشتغال کامل اونش 2% اما در ایالات متحده اشتغال کامل 3.5%. چرا؟ به خاطر اینکه حالا مثلا ژاپن مهاجر غیر قانونی ندارد و اون 2% نرخ بیکاری واقعا 2% نرخ بیکاریه، اما در ایالات متحده 3.5% نرخ بیکاری به این معنی هستش که خیلی از افرادی که اصلا ثبت نشدن دارن کار میکنن و وقتی نرخ بیکاری 3.5%، یعنی تقریبا همه سر کارن و حتی مهاجران غیر قانونی هم سر کارن. این میشه حالا تعریف اشتغال کامل و اشتغال غیر کامل وقتی صحبت میکنیم. خب رشد اقتصادی هم که خب مشخصه که بانک مرکزی در واقع باید بتونه در این حالی که ثبات قیمت و ثبات تورم رو ایجاد میکنه و اشتغال کامل تو بازار ایجاد میکنه، در این حال اینا همراه باشه با رشد اقتصادی. یعنی ما اینطوری نباشه که ما رشد اقتصادی نداشته باشیم تورم هم نداشته باشیم. خب این میشه رکود تورمی، رو فایده نداره. ما هم تورم در واقع نداریم، رشد هم نداریم. خب مردم حاضرن تورم باشه ولی رشد اقتصادی همراه با تورم باشد خیلی بهتر از اینه که تورم نداشته باشیم و رشد اقتصادی هم نداشته باشیم. پس این بحث رشد اقتصادی بحث مهمی. اینطوری نیستش که ما بریم سیاست‌های پولی و مالی رو بیایم اجرا کنیم و بگیم که خب حالا ما با این سیاست‌های پولی و مالی اصلا تورم هم چیزام رشد اقتصادی هم در واقع حالا مثلا نداریم. اما ابزارهای مختلفی که عرض کردم خدمتتون، حالا بانک‌های مرکزی میان اینو با ابزارهای مختلفی میان چیکار میکنن، اجرا میکنن. یا حالا ما ابزارهای مختلفی داریم برای اینکه بتونیم سیاست‌هامون رو اجرا کنیم. یکی از اون ابزارها نرخ بهره است. یعنی بانک مرکزی با کنترل نرخ بهره تو حالا کوتاه مدت و بلند مدت، بانک مرکزی با کنترل نرخ بهره، حالا نرخ بهره کوتاه مدت، نرخ بهره بلند مدت، میتونه در واقع سیاست‌های پولی و مالی رو در واقع یکی از ابزارش اینه دیگه، بیاد مثلا نرخ بهره رو بیاد تنظیم کنه و این تنظیم نرخ بهره میتونه باعث بشه که حالا چه مشاغل چه خانواده‌ها اون پولی رو که قرض میکنن براشون گرونتر بشه یا ارزونتر بشه. یعنی هزینه استقراض رو میتونه در واقع چیکار کنه، هزینه وام یا هزینه کردیت یا هزینه استقراض رو میتونه بالا پایین بکنه با نرخ بهره. و این بالا پایین شدن این باعث میشه که افراد بتونن در واقع بتونن یا نتونن کم و بیش خرج کنن. یعنی میزان مخارج افراد با کنترل هزینه استقراض میتونه چیکار بشه، افزایش پیدا بکنه. شما فرض کنید که شما یه بیزنس دارید، وقتی هزینه استقراضتون میره بالا وام گرونتری میگیرید. خب قرار وام گرونتری بگیرید، شاید برای گسترش بیزنستون حاضر نباشید که برید چیکار کنید، ریسک بیشتری بکنید و بخواید وام بیشتری بگیرید. ولی اگه هزینه استقراض یا هزینه کردیت پایین باشه میتونید برید وام بگیرید و بیزنستون رو گسترش بدید. خب با این نرخ بهره بالا پایین شدن نرخ بهره، بانک‌های مرکزی معمولاً میتونن در واقع سرعت رشد اقتصادی رو چیکار کنترل کنن و با کنترل میزان مخارجی که مصرف کننده داره و بیزنس ها داره. مسئله بعدی ابزار بعدی عملیات بازار بازه. بانک‌های مرکزی اوراق بهادار دولتی رو تو بازار آزاد یا میخرن یا میفروشن. اینطوری خب یعنی وقتی مثلا دولت پول لازم داره، این پولی که میخواد تامین بکنه از مردم، وقتی میخواد تامین بکنه این از طریق کی تامین میکنه؟ از طریق از مردم تامین میکنه. ولی خب دولت مستقیم که نمیره به یه میز بذاره بیرون و اوراق قرضه بفروشه. میاد اینو معمولا چیکار میکنه، از چه طریقی انجام میده؟ از طریق بانک‌های مرکزی. پس بانک‌های مرکزی که دیگه از اون کاری که انجام میدن عملیات بازار بازه که در واقع مسئول خرید و فروش اوراق بهادار یا اوراق قرضه دولتی هستن. یکی دیگه از ابزارهاش تعیین الزامات ذخیره است. ببینید الزامات ذخیره ما وقتی میگیم، همونطور که عرض خدمتتون پیشتر من گفتم یه سری در واقع سری اصطلاحات باید یاد بگیریم. الزامات ذخیره یعنی چی؟ یعنی که یک بانک وقتی میخواد یه پولی رو قرض بده، مثلا وقتی میخواد $100 قرض بده وام بده،
بانک مرکزی تعیین میکنه، میگه که آقا از این ذخیره، مثلا شما از این وامایی که میدید، چون وام که میدیم یه بخشی از وام احتمال داره برنگرده دیگه، مثلا من میرم مثلا بانک مرکزی اینطوری که مثلا میره وام میده، مثلا به 100 نفر وام میده، دلیل میگم بانک مرکزی، یه بانک شخصی خصوصی حالا میره وام میده، اما شما این وامی رو که میدی دلیل نداره که مثلا شما 100 تا وام میدی همه این 100 تا وام برگرده به شما، یا همه اصلا به موقع برگرده، یا خیلی وقت مثلا یکی گیرکرد داره وامش رو، یا اصلا یه سری وامش رو نمیدن، چیزی که در ایران ما هم بسیار بسیار مرسوم هستش که خیلی ها میگن وامو کی گرفته، کی داده کی گرفته. خب این اتفاق میفته. حالا ما اون میزانی که وام هایی که در واقع گرفته نمیشه، پرداخت نمیشه از طریق ماشه، بهش میگن وام بد. این وام بد، برای اینکه ما یک گارانتی بر این داشته باشیم، باید یه سری ذخایر داشته باشن بانک ها. اون بانک مرکزی اونو تعیین میکنه که خب میگه میزان ذخایر الزامیتون، reserve requirement ratio، اون نسبت ذخایر الزامی چقدر باید باشه. مثلا میگه شما باید 25% پولی که میدید بیرون داشته باشید، 5% رو باید داشته باشید، 10% رو باید همیشه داشته باشید، یه عددی تعیین میکنید. حالا اون عدد میتونه چیز باشه. این هم یکی دیگه از اون ابزارهایی که بانک‌های مرکزی میتونن سیاست‌های پولی رو کنترل کنن. حالا چطوری؟ خب خیلی ساده است. بانک مرکزی وقتی بگه که اگه بگه که شما هر چی وام میدید باید 50% رو ذخیره داشته باشید، این یعنی چی؟ یعنی که خب شما مثلا اگر $100 دارید، $50 باید ذخیره داشته باشید. خب پس اگه $100 دارید چقدر میتونید در واقع، اگه 50 وقت مثلا، حالا این عدد برای اینکه درک درستی داشته باشیم میگم، ما الزامات ذخیره اگه 50% باشه میشه چی؟ یعنی که شما $100 وام میدید، $100 اگر دارید فقط 50% رو میتونید وام بدید، 50% هم به عنوان گارانتی برات بمونه. اما اگه الزامات ذخیره 25% باشه چی؟ شما از $100 میتونید $75 وام بدید و $25 ذخیره داشته باشید. پس اگر ما الزامات ذخیره یا اون رزرو ریکوایرمنت ریشیو رو بیاریم پایینتر، به این معنی هستش که پول بیشتری میتونیم به بازار تزریق کنیم بدون اینکه پولی چاپ کرده باشیم. و این میتونه در واقع اون یکی از ابزارهای بانک مرکزی باشه. یکی از ابزارهایی که در بین بانک‌های مرکزی مطرح، بانک خلق چین، پیپل بانک آف چاینا، بسیار زیاد از این استفاده میکنه، یا بانک مرکزی چین بسیار زیاد از این استفاده میکنه و یکی از ابزارش که بدون چاپ پول بتونه چیکار کنه؟ بازارها رو کنترل کنه. و به همین دلیل هم هستش که با اینکه نرخ بهرهش پایینتر نسبت به خیلی از اقتصادهای دیگه، تورم هم همچنان حتی منفی شده در ماه‌های گذشته. و بعدی هم راهنمای پیش رو. راهنمای پیش رو اون سیاستایی که اعلام میکنن بانک‌های مرکزی، اون بیانیه‌ای که میدن یا صحبتایی که میکنن. خیلی وقتا بانک مرکزی هنوز تصمیمی نگرفته، ولی برای اینکه بازار رو کنترل کنه بعضی وقتا میاد یه بیانیه میده، میگه خب اگر اینطوری باشد ما این کار رو میکنیم. خود همین راهنمایی‌هایی که میده یا بیانیه‌ای که صادر میکنه، خود همینا خیلی وقتا راهکاری برای کنترل تورم، یعنی بدون اینکه تصمیمی گرفته باشه، بدون اینکه تغییر در سیاست‌های پولی در شرایط کنونی اعمال کرده باشه، با این راهنمایی‌هایی که میده، با این بیانیه‌ای که صادر میکنه، میتونه چیکار کنه؟ میتونه روی رفتار بازار تاثیر بذاره. اما این در مورد بانک‌های مرکزی و سیاست‌های پولی. بخش بعدی ما سیاست مالیه. حالا من در ادامه در مورد انواع سیاست پولی هم صحبت می‌کنم. حالا یه توضیحی بگم، بعدش میریم در بخش بعدی صحبت می‌کنیم. سیاست‌های مالی، در مورد سیاست‌های پولی بچه‌ها سوالی دارید تا اینجا؟ من قبل از که به سیاست‌های مالی بخوام بپردازم، در مورد سیاست‌های پولی که صحبت‌ها سوالی دارید، اگه سوالی دارید بپرسید، اگر نه که بریم بخش بعدی. ضمن اینکه بچه‌ای که تو زوم سوالاتون رو میپرسید، من سعی میکنم بدون اینکه استاپ کنم سوالاتون رو در واقع در بین صحبت ها معمولا همزمان من سوالا رو میخونم و در بین صحبت ها به سوالا جواب میدم. امیدوارم که متوجه شده باشید اینو. خب سیاست های مالی، وقتی ما داریم صحبت میکنیم، گفتم که سیاست های مالی مربوط به دولت یا همون حکومته که میتونه از طریق کم یا بیشتر کردن هزینه دولت و یا افزایش درآمد، حالا طریق مالیات، میتونه تاثیر بذاره روی جنبه‌های مختلف اقتصاد. ببینید ما خیلی چیزهای مختلف، بخش‌های مختلفی در اخبار مختلفی بارها شاید شنیدین که مثلا حالا در مورد ایالات متحده، چون خبر خیلی بیشتره، میگیم که مثلا دولت مثلا میگه که من در حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات خیلی وقتا با هم مثلا توافق نمیکنن، میگه که ما بودجه دولت رو تصویب نمیکنیم، هزینه دولت باید بیاره پایین، دولت باید هزینه‌اش بیاره پایین یا هزینه‌اش ببره بالا. اون هزینه‌اش بیاره پایین یا هزینه‌اش ببره بالا یعنی همون هزینه‌های دولت. مثلا بارها شده که میگن اقتصاد تحت فشاره، چرا دولت هزینه‌اش زیاده. هزینه دولت زیاده یا کمه، یه بخش اعظمش برمیگرده به اون کارمندهایی که دولت داره. یعنی دولت بعضی وقتا بزرگه دیگه، دولت بزرگتر، دولت کوچیک‌تر، وقتی ما میگیم دولت هر چقدر بزرگتر باشه یعنی با حقوق بیشتری بده، کارمندای بیشتری داره. بعضی وقتا با دولت میگه که آقا مثلا جمهوری خواه میگن که آقا دولت باید کوچیک‌تر باشه،
بعد هزینه دولت رو بیاری پایین‌تر. دموکرات‌ها میگن که خب نه، ما باید بریم به سمت اینه که دولت توی سری بخش بیشتری کار کنه. در ایالات متحده هزینه دولت میره بالاتر، پس هزینه دولت فرق میکنه. اما از اون طرف هم خب مثلا جمهوری خواها میگن که خب هزینه دولت ما میاریم پایین، ولی از اون طرف هم مالیات میبینن. در واقع برای اینکه هزینه رو میاریم پایینتر، خب یعنی ما دولت کوچیک میگیم هزینه رو میاریم پایینتر، چون هزینه رو میاریم پایینتر دیگه نیاز نداریم پول زیادی هم مردم بگیریم. مییم چیکار میکنیم؟ این مالیات هم کمتر میکنیم، مالیات کمتر میکنیم که اقتصاد بیشتر رشد کنه. از اونور در واقع دموکرات‌ها میگن که نه، مثلا سیاست‌مداران چپی ها در واقع یه جورایی میگن که نه، ما در واقع مالیات هم بیشتر میکنیم، هزینه دولت هم بیشتر میکنیم. حالا سیاست‌های مختلف، انواع مختلف سیاست‌های پولی و مالی دیگه. این میشه هزینه دولت و در واقع حالا مالیات، راههایی که دولت‌ها میتونن در واقع هزینه‌هاشو کمتر یا بیشتر کنن و یا مالیات کمتر یا بیشتر کنن. سطح کلی ولی اما در واقع حالا این سیاست ها میاد چیکار میکنه؟ اینها برای اینه که تأثیر بذاره رو چند تا چیز. یکی اینه که سطح کلی تقاضای کل رو، سطح عمومی تقاضای کل رو تو یک اقتصاد بالا پایین کنه، روش تأثیر بذاره و در نتیجه سطح فعالیت اقتصادی بالا. ببین مسئله تقاضا، همه چیز از تقاضا شروع میشه. شما وقتی که باعث بشید که با یک سری سیاست ها تقاضا رو تو یک بازار کنترل کنید، میتونید سطح فعالیت اقتصادی رو کنترل کنید. تقاضا وقتی پایین باشه، تولید هم پایین میاد. تقاضا رو ببرید بالا، تولید هم بیشتر میشه. راه دیگه، کار دیگه که هدف دیگهش اینه که روی توزیع درآمد و ثروت در میان اقشار مختلف جامعه بیاد تاثیر بذاره و در نهایت هم میتونه تخصیص منابعی باشه بین بخش‌های مختلف فعالین اقتصادی و بخش‌های مختلف اقتصاد. اما ابزارهایی که دولت‌ها تو در واقع برای سیاست‌های خودشون، برای این سیاست‌هایی که عرض کردم نیاز دارن که انجام بدن، افزایش نحوه درآمد و اشکال مختلفی که مربوط به هزینه‌هاشون میشه. دولت‌ها معمولاً از طریق یه سری ترکیبی از مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم از مردم پول جمع می‌کنن. این یکی از کاراشون اینه که پس ترکیبی از مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم. مثلا توی پروژه زیربنایی مثلا یه پلی میخوان اجرا کنن، خب بعد یه جاده میخوان اجرا کنن، یه فرودگاهی میخوان بسازن، خب دولت که چیز نداره که بره خب حالا من میخوام فرودگاه اجرا کنم، خب پول از کجا باید بیاره؟ پول باید از طریق از یه جایی باید جمع کنه دیگه. این پول رو میتونه از طریق مالیات ها بیاد جمع کنه، از طریق هزینه‌ای که از مردم میاد جمع میکنه و از این پول خرج کشور میکنه. زمانی که اقتصاد توی یک حالتی که ضعیف میشه یا وارد رکود میشه، دولت ها میتونن سیاست های مالی انبساطی بیان اعمال کنن. یعنی بگن که خب چی؟ یعنی که بگن که ما برای اینکه اقتصاد رو کمک کنیم رشد بکنه، بیایم پول بیشتری تو جامعه تزریق کنیم، دولت رو گسترده کنیم، کارمند استخدام کنیم به بهانه‌های مختلف و پول تزریق کنیم، مثلا اوراق قرضه بفروشیم، از یه بخشی از در واقع شرکت‌ها، مؤسسات خصوصی و بانک‌های مرکزی پول بگیریم و اینو بدیم به مردم. وضعیت خرابه، مردم بیان رشد کنن، فعلا بگذرونن تا بتونن بعدا چیکار کنن؟ اقتصاد خوب بشه و بتونن مالیات بدن و با از این مالیات‌ها ما این بدهیاشون ازشون در واقع بدهیاشون رو پاک کنیم. یا مثلا بعضی مواقع اینجور مواقع زمانیه که اینا بدون مالیات، افزایش مالیات این کارو بکنن. حالا یه وقتایی هم هستش که نه، اقتصاد خیلی زیاد داره رشد میکنه، خب حالا میان چیکار میکنن؟ مالیات افزایش میدن و مسائل مختلف سختگیرانه‌تر میکنن، رشد پول آسان یا ایزی مانی رو کمتر میکنن تا بتونن اقتصاد رو کنترل کنن. سیاست‌های انقباضی در واقع باعث این بهش میگن، به این کاری که عرض کردم خدمتتون میگن سیاست‌های انقباضی، که باعث میشه اقتصادی مقدار رشدش کنتر بشه. پس به همین دلیل هم هستش که میگیم سیاست‌های مالی بسیار بسیار روی اقتصادی کشور تاثیرگذاره، چه سیاست‌های مالی انبساطی چه انقباضی که از طریق دولت هم میتونه تو این شریک باشه. اما با این که هر دو تا سیاست پولی و مالی میتونن تقاضای کل رو تغییر بدن، اما همونطور که عرض کردم خدمتتون، اینا از طریق کانال‌های مختلفی انجام میدن. مثلا دولت میاد با از طریق بازارهای سهام، از طریق رشد اقتصادی، از طریق نحوه هزینه کرد استخدام میاد این کارو میکنه. اما بانک مرکزی دیگه نمیتونه بره شغل ایجاد کنه و مثل دولت یا دسترسی به یه سری ابزارهای دیگه نداره. بنابراین بانک مرکزی میاد چیکار میکنه؟ از طریق اعمال سیاست‌های در واقع پولی میاد در بازارها بر اقتصاد تاثیر میذاره. یعنی هر دوی اینها در واقع یه جورایی ابزارهای، هر دوی اینها دنبال یک هدف، منتها با یک سری ابزارهای مختلف. یعنی حالا دیگه این حالا مسئله که حالا مسیرهای مختلفی که میرن. اما همونطور که مطرح شد قبلا، سیاست‌های پولی شامل استراتژی‌ها و ابزارهای مختلفی که بانک‌های مرکزی میان چیکار میکنن برای تاثیرگذاری در شرایط اقتصادی میان ازش
استفاده میکنن. حالا یه سری از این مثال بزنیم، یه سری از این سیاست پولی وقتی ما داریم در موردش صحبت میکنیم مثل چیه؟ مثل سیاست پولی انبساطی. سیاست پولی انبساطی هدف چیه؟ هدف تحریک رشد اقتصادی و افزایش تقاضای کله. پس سیاست انبساطی هدف اینه که رشد اقتصادی تحریک بشه و تقاضای کل افزایش پیدا بکنه. چه ابزاری بر این وجود داره؟ کاهش نرخ بهره. دولت برای اینکه در واقع تقاضای کل افزایش پیدا بکنه، نرخ بهره رو، رشد اقتصادی رو تحریک کنه، میاد چیکار میکنه؟ نرخ بهره رو میاره پایینتر. هزینه استقراض وقتی بیاد پایینتر، هم کسب و کارها پول بیشتری خرج میکنن، هم مصرف کننده ها پول بیشتری خرج میکنن. خب اینطوری باعث میشه که اون خرج بیشتر بشه، خرده فروشی درخواست بیشتر بشه، هزینه افزایش پیدا بکنه، سرمایه گذاری افزایش پیدا بکنه و این باعث میشه که جی دی پی رشد کنه. یه کار دیگه هم که میتونن بکنن همزمان، یا ببین این کارها رو یا میتونن همزمان انجام بدن یا میتونن در واقع در به صورت جدا جدا انجام بدن. کار دیگهشون عملیات بازار باز. مثلا میگه که خب اینجا حالا مثلا دولت نیاز داره که مثلا پول تزریق کنه به جامعه، این پول رو نداره، بانک مرکزی میاد براش چیکار میکنه؟ پول تامین میکنه. اوراق قرضه دولت رو میاد چیکار میکنه؟ میخره بانک مرکزی. حالا بعدا یا اینو در بین مردم میفروشه یا خود بانک مرکزی اینا رو از طریق بانک‌های دیگه تامین میکنه. و یه کار دیگه هم که عرض کردم خدمتتون، کاهش ذخایر الزامی، رزرو ریکوایرمنت ریشو، RRR اصطلاحش هستش، میاد از طریق کم و زیاد کردن این هزینه ها میتونه چیکار کنه؟ سیاست پولی رو، یعنی این میاد رزرو ریکوایرمنت ریشو رو میاره پایینتر، کاهش میده میزان ذخایر الزامی رو برای بانک های کوچیک‌تر. بانک مرکزی میاد کاهش میده و این باعث میشه که پول بیشتری به جامعه تزریق بشه. اما سیاست پولی انقباضی که دقیقا مخالف انبساطیه، هدفش برعکسش. پس تو سیاست پولی انبساطی هدف چی بود؟ تحریک رشد اقتصادی و افزایش تقاضای کل. این میشه هدف سیاست پولی انبساطی. اما در مورد سیاست انقباضی وقتی ما صحبت میکنیم، هدف چیه؟ هدف کنترل تورم و کاهش تقاضای کل. کنترل تورم و کاهش تقاضای کل. ابزاری که ما براش داریم چیه؟ یعنی بانک مرکز براش دارن چیه؟ افزایش نرخ بهره. مثلا به جای اینکه کاهش نرخ بهره بدن، این دفعه افزایش نرخ بهره میدن. تورم زیاده، نقدینگی تو بازار زیاده، مردم پول زیاد دارن، تقاضا زیاده و این عرضه و تقاضا یه تناسب نسبتی با هم دیگه ندارن. بنابراین باید چیکار کنیم؟ باید بریم هزینه تقاضا، هزینه استقراض بیشتر کنیم که این پول جمع بشه و تقاضا یه جوری چی بشه؟ کنترل بشه. اون عرضه و تقاضا بیاد از این طریق کنترل بشه، کسب و کارهای مقدار جمع و جورتر بشن، پول زیادی خرج نکنن، مردم الکی پول خرج نکنن، اقتصاد خود از اون تب و تاب بیش از حدش بیفته تا عرضه و تقاضا با هم دیگه چی بشن؟ با هم برابر بشن. عملیات بازار باز هم چی؟ اینجا دیگه فروش اوراق قرضی که خریدار، بانک مرکزی اوراق قرضی که خریدار میاد چیکار میکنه؟ میفروشه تو مردم و از این طریق میاد پول رو از سیستم جمع میکنه و نرخ بهره رو افزایش میده و این باعث میشه که وام ها هم چیکار میکنن؟ کاهش پیدا بکنن. این مسئله بعدی هم افزایش ذخایر الزامی. میاد ذخایر الزامیانمون RRR یا رزرو ریکوایرمنت ریشو رو افزایش میده. وقتی این افزایش پیدا میکنه، الزامات حفظ پول بیشتر میشه، بنابراین پولی که تو جامعه میره پول کمتری، محدود میشه اون پول. سیاست بعدی پولی سیاست پولی خنثی یا انطباقیه. ما میگیم سیاست پولی خنثی یا حالا انگلیسیش اکومودیتیو مانیتری پالیسی. هدف چیه؟ هدف حفظ شرایط اقتصادی. میگه وقتی ما سیاست پولی پایدار میخوایم بریم داشته باشیم یا خنثی یا انطباقی میخوایم داشته باشیم، میگیم که خب وضعیت خوبه. خب حالا که وضعیت خوبه، ما چطوری این وضعیت رو حفظ کنیم؟ یعنی ما الان به یک تعادل اقتصادی رسیدیم، این تعادل رو چجوری حفظ کنیم؟ اینجا هدف پس چیه؟ هدف حفظ شرایط اقتصادی باثبات بدون تحریک رشد یا مبارزه با تورم. پس سیاست انطباقی یا سیاست پولی خنثی چیه؟ میگیم که خب ما منطبق شدیم با اون اهدافمون، حالا سیاست هایی که بر اساس این انطباقه باید اجرا کنیم، سیاست هایی که خنثی باید باشه اجرا کنیم. بنابراین ما باید چیکار کنیم؟ ما باید بریم کارایی بکنیم که حفظ شرایط کنونی اتفاق بیفته بدون اینکه ما در واقع بیایم اقتصاد رو تحریک کنیم یا تورم رو تحریک کنیم. ابزاری که داریم مثل چیه؟ مثل بقیه ابزار هستی که کنترل نرخ بهره، تنظیم نرخ بهره با توجه به تورم، یعنی تقریبا همسانسازی نرخ یعنی تقریبا برابر کردن نرخ بهره و تورم. یعنی اگه نرخ تورم هولوش 2%، نرخ بهره 2.5% باشه، مثلا یه مقدار بالاتر یا یه مقدار پایینتر باشه. این کنترل در واقع هماهنگ کردن بین نرخ بهره و نرخ تورم. عملیات بازار باز و ذخایر الزامی باید
زمانهایی که پول داره مقدار بیشتر میشه سهام خرید، در واقع دولت بیاد سهام اوراق قرضه بفروشه که پولا رو جمع کنه، یا کمتر میشه اوراق قرضه‌اش رو جابجا کنه. اینها باید خیلی کنترل شده به چیکار بشه، اعمال بشه. به اینها میگن سیاست پولی انقباضی، سیاست پولی انطباقی. یک روش دیگه همونطور که عرض کردم خدمتتون که روش اساسیه، که سیاست اساسی کل مبنای همه اینهاست، هدف گذاری تورمه. یعنی میگم که بانک مرکزی میگه ما هدفمون اینه که تورم توی یک محدوده مشخصی حفظ بشه. در اقتصادهای توسعه یافته معمولاً این بین 2 تا 3%. حالا توی یک سری کشورها این مثلا تورم بشه 6%، هم کشور تورم مناسبه. توی سری کشورها بشه مثلا 4% مناسبه، توی سری کشورها 2%، توی کشورها 3%. ولی به صورت عموم بین 2 تا 3% در اقتصادهای توسعه یافته و یک اقتصاد نرمال تورم بین 2 تا 3 تورم بین 2 تا 3% تورم در واقع مورد نظره، مورد هدفه. و بانک‌های مرکزی هم در واقع میان به صراحت میگن که آقا ما هدفمون اینه و همه عملیات بانکی که انجام میدیم، همه سیاست بانکی که اعمال میکنیم، تصمیماتی که میگیریم، اینه که به این هدف برسیم. کاری که بانک مرکزی ایالات متحده داره انجام میده و در نهایت این یه مقدار شاید پیچیده ترین سیاست پولی باشه که اونم هدف گذاری نرخ ارزه، که این هدف گذاری نرخ ارز با همونطور که توی تصویرم میبینید یک عملیات بسیار بسیار پیچیده است که هدف اینه که نرخ ارز تو یک سری با شرایط ثابت بمونه. ببینید چرا وقتی میگم پیچیده است، شما به اون نگاهی به اون مسئله که تو ایران هست نگاه نکنید که حالا دولت یه دفعه مثلا دلار میده بیرون یا میده پایین که نرخ ارز رو کنترل کنه. نه، ما داریم در با یک هدف کنترل نرخ ارزی صحبت میکنیم که در یک اقتصاد خیلی نرمال داره اتفاق میفته و در این حال اقتصاد داره رشد پیدا میکنه و این در واقع هدف اینه که هم اقتصاد رشد بکنه، هم نرخ ارز در واقع ثابت بمونه و اقتصاد پایدار باشه. اون موقع خیلی سخت میشه این کار و یک عملیات خیلی پیچیده ای میشه که عملیات پولی بسیار بسیار پیچیده میشه که باید همزمان عرضه، تقاضا، رشد اقتصادی، تورم، یه عملیات خیلی 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 سختیه و کمتر دولت‌هایی معمولا میرن به این سمت و اون رو دولتی مثل چین میتونن اجرا کنن. چرا؟ چون تقریبا کنترل داره روی همین بخش اقتصادی و بر اساس اون کنترلی که دارن میتونن این عملیات پیچیده رو انجام بدن. ولی عملیاتی نیستش که معمولا دولت‌ها دوست داشته باشن انجام بدن. اما اینجا من این سفر دوباره تکرار کردم. تسهیلات کمی یک روش دیگه هم تسهیلات کمی. حالا این آخرین سیاست پولی که داریم در موردش صحبت می‌کنیم و بعدش هم جلسه تمام می‌کنیم. تسهیلات کمی چیه؟ تسهیلات کمی اینه که خرید در واقع هدف چیه؟ هدف تحریک اقتصاده در زمانی که ابزارهای سیاست‌های پولی مرسوم مثل تعدیل نرخ بهره و غیره کارایی نداشته باشن. یعنی ما وقتی که میایم خب اقتصاد به یک مرحله میرسه که کنترل نرخ بهره، عملیات بازار، حالا و عملیات دیگه که حالا مثلا بانک مرکزی میتونه انجام بده، میگه که ما اینا رو انجام دادیم ولی تأثیری نداشت. اینجوری که دولت میاد تسهیلات کمی ایجاد میکنه، کوانتیتیو ایزینگ میاد انجام میده. میاد چیکار میکنه؟ میاد خرید میکنه، یه سری سهام میره خرید میکنه یا میره اوراق قرضه بلند مدت در واقع با پشتوانه وام مسکن رو عرضه میکنه و یه در واقع یه سری کارهای انجام میده که بهانه ها و روش های مختلفی انجام میده که بتونه از این طریق چیکار کنه؟ پول به بازار تزریق کنه. مثلا یه وقتایی میرن مثلا یه سری سهام، یه سری شرکت هایی رو خریداری میکنن. وقتی میبینن که این شرکت ها واقعا به خاطر شرایط سخت اقتصادی در حال ورشکست شدن و اگه حمایت نکنن این شرکت میتونه ورشکست بشه. نمونه خیلی بارزش مثلا میگم کاری که در دوران کرونا دولت آلمان اومد با شرکت لوفتانزا، شرکت هواپیمایی لوفتانزا اجرا کرد. 50% سهامش اومد خرید و برای اینکه بتونه از ورشکستگیش جلوگیری کنه، اما با تعهد بر اینکه اینجا این مسئله مهمه، با تعهد بر اینکه به محض بازگشت به شرایط عادی کم کم این سهام رو دوباره کار کنه تو بازار آزاد عرضه کنه. حالا اینا میشه سیاست‌های مختلفی که با دولت‌ها میان انجام میدن برای کنترل شرایط پولی و مالی. این کل مطلبی بود که خواستیم عرض کنم خدمتتون. بچه‌ها تو زوم سوالاتون رو من تو چیز پرسیدم، جواب دادم در واقع جوری در بین صحبت‌ها. حالا اگر سوال دیگری بازم دارید بپرسید. بچه‌ها که کلاب هاوس هستید به همین صورت. امیدوارم که به دردتون خورده باشه، براتون مثبت و مفید بوده باشه. بازم اگر سوالی داشتید میتونید در ادامه که وقتی ویدیو تو یوتیوب منتشر میشه زیر ویدیو بنویسید سوالاتون رو. من سعی می‌کنم که به سوالاتون برگردم و جواب بدم. خب سوالی اگر ندارید در خدمتتون مرخص بشیم.
سوالی نیستش. تا هفته آینده که دوباره فرصت بشه در خدمتتون باشیم. خدایا رو نگهدارتون.